درود. سلام دوستان، ارادت. امیدوارم حالتون فوق‌العاده باشه. پیرو اون سوالی که من داخل چنل گذاشتم قرار شد که یه سری ویدیو بدم که با مباحث بیشتری آشنا شید، چون من حقیقتا کل این ماجرا گفتم که یک بحث رو بهتون بگم، منتها این نشون میده که مفاهیم یه مقدار بیسیک ترش هم مشکل دارید، مثل خود بحث asynchronous. پس به خاطر این ما مجبوریم که عرض کنم خدمتتون این ویدیو رو هم بدیم. فقط الان من اینو استارت میزنم، هیچ مشکلی هم نیست، ولی کلا بدونید دوستان، اگر اینگیجمنتتون پایین باشه مثل الان، و مثلا من موقعی که بهتون میگم اینو فورک بگیرید استفاده کنید، کلا 9 نفر فورک گرفتن، بعد 4 تا پیار بیشتر نداره، خودتون متوجه نمیشید. چون الان یعنی مثلا ادبیات من همینجور جوری سخت میشه، همینجور برم جلوتر که الان مثلا آسودترین ویدیومونه که بعد از ویدیو سوم چهارم دیگه اصلا متوجه نمیشید من چی میگم. پس موقعی که بهتون میگم اینگیج شید با سوال، سوالی هم اگر جای قسمتش هم متوجه نمیشید اشکال نداره بپرسید، من سعی میکنم جای مختلف بگم، به خاطر اینکه یه چیزی نشه که من همینجوری یه مبحث عجیب غریبی رو دارم میگم شما هیچ کسی متوجه نمیشه چی میگم. پس حتما اینگیج شید بیشتر. من حالا یکی دو تا دوستان خودم که گفته بودم پیار بدن، مانی جان و صادق یزدانی، ولی غیر از اون یه دونه آقای فرهاد باقری اگر اشتباه نکنم بودن که لطف کردن ایشون هم پیار دادن، دمشون گرم و سعی کنید همین کار رو بکنید. خب بریم سراغ مبحث ایسینکرونس. ببینید دوستان، برای که من بتونم بحث ایسینک رو بگم باید بدونید که ایسینک یکی از روش هایی که برای شما کانکارنسی رو برمقام میاره. پس شما باید کانکارنسی رو بشناسید. برای اینکه کانکارنسی رو بشناسید باید بدونید سیکوئنشال چیه و پارالیزم چیه و فرق اینها با هم به چه شکل میشه. فرض بکنید من میخوام ماکارونی درست کنم. تسک من اینه درست کردن ماکارونی. میرم ماکارونیامو میذارم داخل آب جوش، وای میسم تا دم بکشه، بعد که دم کشید میرم پیازم رو سرخ میکنم. به این حالت میگن سیکونشال، یعنی به ترتیب این کارو کردم. یعنی اگر آب کشیدن، یعنی چی میگن، آب پس شدن ماکارونی 20 دقیقه مثلا طول بکشه و پیاز تفت دادن من 10 دقیقه طول بکشه، تو این حالت من نیم ساعت طول دادم فقط همین دو مرحله رو انجام بدم. حالا با بقیه مراحلش کار ندارم. خب ولی اگر بتونی شما یه کاری کنی که مثلا فرض بکنید این کسی که مثلا من رفتم ماکارونی رو گذاشتم داخل آب جوش و الان وقتم داره تلف میشه دیگه، الکی وایستادم دارم آب جوش رو نگاه میکنم. خب تو این مدت برم یه کار دیگه ای بکنم، برم پیازم رو سرخ بکنم تا اون جوش بیاد. یه مقدار بهینه تر از زمان و فرصت استفاده کردم دیگه، من بیکار نموندم. به این مدل برنامه نویسی میگن کانکارنسی، یعنی من با کانکارنسی دارم از زمانم صرف جویی میکنم. ولی یه وقتی هست که اصلا، چون اینجا الان به خاطر وقت های تلف شده، یعنی به خاطر اینکه من الاف این ارزم به خدمت شما آب جوش اومدنه بودم، که این که مثلا ماکارونیم آب پسچه بودم، تونستم برم یه کار دیگه. پس از زمان خودم دارم بهینه استفاده میکنم. ولی اگر مثلا بهتون میگم آقا مثلا مسئله این نیست، مسئله اینه که شما باید مثلا 50 تا مشتری داری، باید برای 50 نفر غذا درست کنی، 30 تا غذا درست کنی. خب الان درسته بازم همچنان با این داستان چیز شاید بتونم یه مقدار بهینه تر کنم کارمون، ولی در مجموع کار من الان زیاده، من کلا درگیرم، درسته. پس تو این حالت بهینه تر حالت ممکن این نیستش که من خیلی حرفه‌ای زمان بندی کنم. بهتر اینه که اصلا کلا چند تا آشپز دیگه بیان و با هم این کار رو بکنیم دیگه، درسته. یعنی یکی بره مثلا قرمه سبزی درست کنه، اون یکی فلان. به این حالت آخر که چند نفر دارن همزمان یک کار رو با هم واقعا همزمان انجام میدن میگن کانکارنسی، میگن پارالیزم. پس فرق سیکوئنشال که میشه عادی، یعنی به ترتیب شما داری یه سری کار رو انجام میدی، اکثر برنامه‌تون هم همون شکلیه، با اون کار نداری.
فرق کانکارنسی و پارالیزم چی میشه؟ ببینید کانکارنسی شما دارید از زمانهای تلف شدهتون بهینه استفاده میکنید، پارالیزم دارید ریسورس بیشتری مصرف میکنید که به نتیجه برسید. قاعدتا میتونید حدس بزنید اینا جای خودشون رو با توجه به چیز مختلف دارن. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید داخل همون تسک ماکارونی من میتونستم پارالیزم استفاده کنم، یعنی 2 نفر بیان، یه نفر وایس بالا سر ماکارونی، یه نفر وایس بالا سر پیاز، و تو این حالت کلا 20 دقیقه طول میکشید دیگه، چون 20 دقیقه آب پس شدن ماکارونی، 10 دقیقه هم پیاز تفت دادن. این آشپزه میاد پیاز رو تفت میده میره، یکی آشپز هم که اینجا هست، پس در مجموع کلا اندازه طولانی ترین اینا که میشه همین 20 دقیقه این آشپز اولیه که داشت ماکارونی رو آبپز میکرد طول میکشه، درسته؟ ولی اگر ولی خب به همین 20 دقیقه من میتونم با یه آشپزم برسم، یعنی هزینه کمتری استفاده کنم، ریسورس کمتری مصرف کنم. یعنی یه نفر باشه اون داره جوش میاد بره سراغ یکی دیگه از وقتش بهتر مصرف کنه، و این هم همچنان دقیقا میشه همون 20 دقیقه، یعنی زمانش یکی میشه. پس تو این حالت مثلا انگار به نظر میاد که اون بحث پارالیزمه به درد نمیخوره. بحث این که من بتونم بین کارهای متفاوتم جابجاشم و از زمانم بهتر، از زمانهای تلف شدم بهتر استفاده کنم، تو این کیس خیلی بهتر به دردم میخوره. ببینید از این کار که آب پس کردن مکانی باشه، سویچ کانتکست دارم میکنم، سویچ کانتکست میکنم به یک کار دیگه ای، درسته؟ پس این حالت یعنی چی؟ یعنی اینکه به این حالت میگن کانکارنسی، درسته؟ پس تو این حالت ها جایی که شما به نظر میاد که منتظر چیزی هستید، کلا کانکارنسی خیلی جواب میده. ولی اگر یه جایی هست واقعا من همش درگیرم، یعنی آشپز هر کی هست همش درگیره، اونجا دیگه هم چیزی جواب نیست دیگه. شما میخوای مثلا فرض کن یه آشپزی هست باید مثلا 50 تا قابلمه پیاز همجور وایس هی تف بده، خب یعنی هی باید باش بره، یعنی چیز زده. خب من همیشه درگیرم، هر کاری هم کنم مهم نیست، چه میدونم هر مدلی هم این عمل رو انجام بدم زمانم باز بهینه‌تر نمیشه، شما همش درگیره. اگه من همش درگیرم اینجا چی به دردم میخوره؟ ریسورس بیشتر، چند تا اینکه چند نفر دیگه همزمان با من چند تا کار دیگر رو انجام بدم، پس این میشه واسه پارالیزم. خب پس این شد پارالیزم، اونم شد کانکارنسی. حالا شما کجا، حالا علاوه بر این که من دو تا روش الان بهتون گفتم، یعنی یک روش این بود که چیکار کنی، سویچ کانت بین کارهای مختلف جابجا شی. یه روش این بود که انگار چند نفر بیان اون کار رو انجام بدن و کار رو همزمان با چند نفر دیگه جلو ببری، درسته؟ خب ولی دقت کردید خود اون تسک، خود اون کاری هم که من میکردم فرق داشت دیگه. تو یه حالت من گفتم کارم زیاده، درسته؟ تو یه حالت گفتم کارم وقت تلف شده زیاد داره، یعنی یک کارم بود وقت تلف شده زیاد داشت، یه کارم اینجوری بود که نه کلا زیاد بود، درسته؟ همش من درگیر بودم. به اون چیزی که وقت تلف شده زیاد داره، به اون وقتای تلف شده ما میگیم آیو. اون به اون برنامه‌ای که انقدر وقت تلف شده داره میگن برنامه آیو باوند. به برنامه‌ای که کارش کلا زیاده میگن برنامه سی پی یو باوند. یعنی سی پی یو معنی که دارم ما اون آشپز سی پی یو، کورای سی پی یو تونن، خب اونها همش درگیرن. اگر اون همش درگیره قاعدتا اگر بتونید برنامه‌تون جوری بنویسید که به مثلا شما یه سی پی یو دارید 8 کره بین کره‌های مختلف این برنامه پخشه، سریعتر اجرا میشه، آشپزهای بیشتری داری. خب پس اگر یک چیزی داری که سی پی یو اینتنسیو، جوابت پارالیزمه. اگر یه چیزی داری که آیو باونده، الان اینجا جوابت میشه بحث کانکارنسی. خب حالا سوالی که مطرح میشه به چی میگن آیو باوند، به چی میگن سی پی باوند؟ مثال چی داریم؟ آیو باوند برای مثال من اگر به جای ریکوست بزنم و منتظر جواب باشم این تسک آیو عموما، مثلا من اگه به صفحه دیتیل دیجیکالا بزنم 1 ثانیه مینیمم تلفم میکنه دیگه، درسته؟ و تو همون 1 ثانیه من انتا کار دیگه میتونستم بکنم داخل برنامه. من مثلا چاپ کردن پرینت به پرینت کنم هلو ورد 1 بیلیارد بار، فکر کنید این اتفاق تا 1 ثانیه چند بار میتونه انجام شه؟ خیلی. یعنی من تا 1 ثانیه مثلا ریکوست دادم به دیجیکالا میخوام جوابشو بگیرم، تو این 1 ثانیه میتونم 1000 تا
پرینت هلو چاپ کنم. درسته؟ پس ریکوست زدن با استفاده از HTTP این یک مثال خیلی خوب و قدرتمند جاییه که شما ارزم به خدمتتون مسئله شدید آیو دارید، یعنی سی پی تون کاری نمیکنه، ریکوست زده الاف تا جواب بیاد. خب این میشه یک مثال آیو و اون AI HTTP هم که بعدا راجبش صحبت خواهم کرد نه تو این ویدیو، اونم دقیقا همین سبیچسان. یا مثلا دیتابیس، منتظری دیتابیس جوابتو بده، دیتابیس هم جوابتو بده، اینم باز میشه مسئله آیو باوند. یا منتظری کاربر یه دکمه یه چیزی رو وارد کنه، یه دیتایی رو بده، یه هر چیزی، این هم اینجا میشه بحث آیو باوند. درسته؟ پس به اینجور تسکا میگن تسکای آیا سی پی یو باوند چی میشه؟ مثلا فرض کنید شما داری پردازش سنگینی انجام میدید، یعنی کورتون بلاک نشده، سنگینه، فقط کاری که بهش دادی خیلی زیاده، یه کور تا ته پر شده. من مثلا اچتاپ بگیرم، خب الان میبینیم مثلا این کورم، انا کورم داره به صورت مختلف پخش میشه، ولی شما فرض کنید یه کور تا ته پر شه، کور دیگه الان میبینید یکم بیشتر مصرف شده، پس یه کور تا ته پر شده، اونای دیگه خالی هست. خب پس تو این حالت به نظر میاد که منطقی ترین حالت اینه که شما بتونید از چند تا کور موازی استفاده کنید دیگه. این میشه بحث پارالیزم. چه چیزی داری؟ مثلا یه محاسبات ریاضی سنگین فرض کنید داری، یا مثلا یه عکس با کیفیت دادن، گفتن اینو میخوای کانورتش کنی به یه چیز دیگه ای، خب و اون کانورت خیلی سنگین، اینا اکثرا بحث سی پی یو باوند محسوب میشه. خب برای اینکه شما بتونید مشکلات سی پی یو باوند رو حل کنید، یعنی کد پارالل داشته باشید، داخل پایتون به خاطر مشکلات جیل شما نمیتونید Global Interpreter Variable Lock Global Interpreter Lock شما نمیتونید این از ارزم به خدمتتون مولتی ترید و اینا استفاده کنید. تنها راهی که دارید، یعنی مرسوم ترین راهش همون کانکارنسی فیوچر رو کانکارنسی فیوچر نه بحث مالتی پروسسینگ و اینجور بحث هست، یعنی چند تا پروسه اگر شما بیارید بالا، پروسه های مختلف تو رو کورهای مختلف میفته و خب اون تسک سی پی یو اینتنسیوتون کمتر مصرف میشه. اگر تسکتون آیو باشه، مثل ریکوست زدن، مثلا به کلی سیت میخواید ریکوست بزنید دیتا بگیرید، یا دارید با دیتابیس کار میکنید یا هر چیزی، خب تو این حالت جوابتون احتمالاً بحث ایسینک خواهد بود. بحث شما تو این حالت دنبال کانکارنسی خواهد بود و کانکارنسی رو داخل پایتون چی به ارمغان میاره؟ ایسینکرونس و مولتی تریدینگ. چون پایتون ترید سیفه و برنامه یه ترید داره، یه ترید OSC داره و یعنی ترید ها داخل کورهای متفاوت نیستن، پس پارالل چیزی ران نمیشه، یعنی حتی چند تا ترید هم داشته باشی همش روی یک کوره، پس اونم عملا کانکارنسیه، یعنی مولتی ترید هم کانکارنسی محسوب میشه عملا و ایسینکرونس هم ارزم به خدمت شما کانکارنسی محسوب میشه. منتها ایسینکرونس به مراتب بهینه‌تر و قدرتمندتر و بهتر از ترده. البته این استیتمنت همیشه درست نیست، یه سری جاها وجود داره که مولتی تریدینگ هم خیلی کاربردیه، منتها به صورت کلی اینو بدونید ایسینکرونس خیلی چیز فوق‌العاده جذابیه. چرا فوق‌العاده چیز جذابیه؟ چون شما هیچ ریسورس بیشتری مصرف نکنید تو برنامه، مثلا که میگم پارالل بنویسید، شما کاری نکنید، شما برنامه حرفه‌ای تری ننوشتید، شما فقط صرفا برنامه اینجوری که آقا کورهای دیگه مصرف کن. خب ولی اگر کد ایسینک من دارم میزنم، کد ایسینک یعنی که آقا این برنامه من جوری نوشتم که حرفه‌ایه. آقا الان میبینم ماکارونیم داره زیاد طول میکشه، میرم سراغ کار دیگه، میبینم به یه API ریکوست دادم داره طول میکشه، میرم سراغ کار دیگه. پس برنامه‌مو حرفه‌ای تر نوشتم، من ریسورس بیشتری استفاده نکردم. پس به صورت کلی بهینه ترین، اگر جای ایسینک جواب میده باید ایسینک استفاده کنی و جوابشون همون ایسینکه. پس اینو داشته باشید به صورت کلی. فقط تنها مشکلی که ایسینکرونس به صورت کلی میتونه براتون برمقام بیاره پیچیدگی دیگه، یعنی سینتکسش کلا متفاوت میشه، بحثا رو یه مقدار پیچیده‌تر میکنه، یه سری کد هست که کلا بلاکن و خب کار کردن با کدهای بلاک داخل یه برنامه ایسینک سخته و این چالش ها رو برای خودش میاره دیگه، یعنی برنامه‌تون رو مقدار پیچیده‌تر میکنه. ولی به صورت کلی
یک روش بسیار بسیار اپتیمایزه برای اینکه به این نتیجه برسید و الان هم با هم مثال خواهیم دید. اوکی، بریم یه مین دات پای بسازیم. فرض کنید من 3-4 تا کار دارم، حالا این کارا هر چی میتونن باشن. مثلا فرض کنید چه میدونم کال دیجی کالا، بعد این چیکار میکنه؟ مثلا برای شما پرینت میکنه start calling دیجی کالا. اینجا بهت میگه آقا done call دیجی کالا. این وسط هم میگه که مثلا فرض کن چی time.sleep، مثلا چون من واقعا الان دیجیکالا به سایت ریکوست نمیزنم، میخوام از این ماژول تایم استفاده کنم که ارزم به خدمتتون چی میگه، یه آرگومنت ندارم که مثلا بگم آقا این ریکوست زدن به دیجیکالا تا جوابش بیاد مثلا 3 ثانیه طول کشیده، 3 ثانیه دارم اسلیپ میکنم که همچین شرایطی رو به وجود بیارم. خب این از این. بعدی مثلا میشه چه میدونم مثلا get data from Postgres، مثلا یه دیتابیس Postgres دارم، این قراره مثلا دیتابیس اونقدر کن نیست، مثلا دیتا این فرض کن 2 ثانیه میشه. done calling Postgres، البته 2 ثانیه هم خیلی ها، ولی خب اوکی. من الان یه همچین چیزی رو دارم، یه همچین برنامه رو من بخوام ران کنم، مثلا تابع مین می نویسم، بعد میگم که آقا چیکار کن، کال کن دیجی حالا، بعد میگم get data from Postgres. این هم از این 2 تا فانکشن رو الان من دارم اینجا. if dash main این هم که ویدیوشو دادم بهتون. این هم از این، درسته؟ خب الان شما حد میزنید این برنامه چقدر طول میکشه. اینجا بیاید با هم تایمشو بگیریم. مثلا start یه چیز ساده دارم میزنم time. البته بهتره که از اون یکی ماژولش استفاده کنیم، من حال ندارم ببینم چی بود درستش. print کن start end منهای start، مثلا زمانش هم ببینیم چقدر طول کشیده. برنامه ساده. اینو من الان اجرا کنم، استارت بکنه دیجیکالا رو 3 ثانیه الان منتظر کارش تمام شد، پستگرس رو صدا میکنه تمام شد، 5 ثانیه طول کشید، درسته؟ خب حالا من میخوام همین رو سعی کنم کانکارنت بنویسم. یعنی چی کانکارنت بنویسم؟ یعنی موقعی که اومد اینجا 3 ثانیه، یعنی اینجا شروع میکنه میزنه start calling دیجیکالا، خب بعد اینجا که 3 ثانیه میره بخوابه و کاری اینجا نمیکنه، سی پی یو درگیر نیست، بر اینو ول میکنه، این فانکشن رو سویچ کانتکست میکنه، ول میکنه، میاد اینجا استارت میکنه پستگرس و 2 ثانیه اینجا علافه، پس اینم ول میکنه. بعد الان همچنان کاری نداره، بعد این تموم میشه. چون این تموم میشه میاد اینو انجام میده، بعد در نهایت میاد اینو انجام میده، درسته؟ میخوام برنامه رو این شکلی بکنمش. خب خب اونجا که ما میدونیم یه چیز بیسیک بیاد همینجوری با هم کشف کنیم. ما میدونیم باید کیورد async اول اگر برنامه شما قرار async باشه باید کیورد async داشته باشن، درسته؟ خب این داره، اینم یه فانکشن دیگه همه که async میخوره. اوکی. خب حالا من الان اینو اگر ران کنم چی میشه؟ پایتون میگه که آقا coroutine main was never awaited. اینو چجوری بهتون توضیح بدم؟ ببینید این کوروتین یه چیزیه که اصلا اسکجول هم نشده که اجراشه. کوروتین یعنی صرفا یک چجوری بگم، یعنی شما دارید میگید یه همچین چیزی وجود داره، یکی لایت ویت دارید تعریف میکنید همچین اتفاقی میفته، ولی نگفتید منتظر بمونی که این اجراشه. یعنی
دنبال اجرا شدنش فقط انگار نوشتید که آقا یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین فانکشنی باید کال بشه، خب ولی واقعا اجراش نکردید این رو جایی. خب برای اینکه اتفاق بیفته بعد از کیورد await استفاده کنید. من اگر اینجا بنویسم await، اینجا هم بنویسم await، اوکی، این اتفاق میفته. یعنی await یعنی واقعا حالا وایس این اجرا بشه. نکته که اینجا داره میدونید چیه؟ اینه که خب الان اینجا نوشتم await، اینجا نوشتم await، بیاد بریم برنامه ران کنیم. خب الان همچنان داره همون ارور قبلی رو میگه آقا مین await نشد. خب پس ما الان همچنان یه کروتین دیگه داریم. کروتین چیه؟ ببینید دوستان، موقعی که این دف هست بهش میگن فانکشن عادی، ولی موقعی که ایسینک دف میشه این میشه فانکشن کروتین. فانکشن کروتین هم تنها چیزی که بیرون میده کروتینه. خب اینا تعاریف ها، خیلی پنده این داستان نشید. پس اگر یه کروتین به من بیرون میاد از فانکشن کروتین باید اویتش بکنم. خب این خود مینمون هم ما ایسینکه و برای همین هم میتونیم داخلش اویت بنویسیم. خب این مینه رو من الان میام اینجا اویتش میکنم که این رو کال که منتظر مینم بمونه، چون گفتم هر چیزی که ایسینکه باید بشه. اینو ران میکنم، میگه آقا نمیتونی اویت کنی مینو. چرا نمیتونم اویت کنم؟ چی نوشته بود ارورشو؟ await outside of the function. میگه آقا این خارج فانکشن. به صورت کلی پس ما الان یه چیزی رو یاد میگیریم. اگر جایی یه فانکشنی داری که async داره، یعنی کروتین فانکشنه، داخلش حق داری از کیورد await استفاده کنی، مثل کاری که ما اینجا کردیم داخل مین. ولی اگر نداری، یعنی خارج از اونه، دیگه کیورد await نمیتونی استفاده کنی. پس کلمه await فقط داخل فانکشنی که async میتونه قرار بگیره. اگر بیرون یا هر جای دیگه قرار بگیره await اونجا قرار نمیگیره. درسته؟ خب به چیزهایی هم که await پشتش میاد میگن awaitable. چی میتونه await پشتش بیاد؟ کروتینه، تسک فیوچره، که حالا فیوچر که خیلی لو لول فعلا نمیخواد بهش فکر کنید. کروتین هم که متوجه شدید هر چیزی که ایسینک میگیره خروجش کروتینه، که هم کروتین خیلی میگم خودتون رو پنده این نکنید، ما میخوایم فعلا مفهومش رو فقط یاد بگیریم. فعلا تسک هم بهش خواهیم رسید، این تسک رو باید بهتون نشون بدم. خب حالا پس این که بیرونه رو آخر چیکار کنیم؟ هیچی. شما اینجا میاد async io رو ران میکنید، ایمپورت میکنید async io، یک لایبرریه که خود پایتون نوشته برای این کارا، بسیار 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 هم قدرتمنده. من async io ران اگر بذارم فانکشن مینم رو، الان میتونم اینو رانش بکنم. خب حالا استارت داره میکنه کالینگ دیجیکالا، 3 ثانیه وایساد، استارت دیجیکالا دار شد، تمام شد. خب حالا میدونید مشکل این کد چیه؟ کجا رو من دارم سوتی میدم؟ ببینید شما زمانی میتونید بین تسکا جا به جاشید که اون فانکشن هایی که هستن، اون برنامه‌ای که دارن داخل کدتون اجرا میشن، خب قدرت استاپ و استارت شدن داشته باشن. درسته؟ یعنی من بهتون گفتم من دارم اینو اجرا میکنم، خب میرسم اینجا که بیکارم، این فانکشنم چون async کلمه async داره، یعنی قدرت استاپ و استارت شدن داره. پس این استاپ میشه اینجا، میرم ادامه کد این یکی رو اجرا میکنم، میام اینجا، بعد که مثلا هر موقع این جوابش اومد این ریزیوم میشه. درسته؟ پس استاپ و استارت، یعنی من با استفاده از کیورد async و await دارم قابلیت استاپ و استارت رو به فانکشن هام اضافه میکنم. درسته؟ که الان میشن کروتین فانکشن در است. خب پس این بحث استاپ و استارت کردن. حالا نکته ای که وجود داره اینه که پس شما فقط با چیزایی میتونید کار کنید که بتونید استاپ و استارت بهشون کنید، یعنی بتونید کانتکست سویچ کنید بینشون. خب یه سوال، الان این اسلیپی که من اینجا نوشتم، این خودش میتونه، چون من دارم بعد از این خط وارد این فانکشنه میشم دیگه، فانکشن اسلیپ فانکشن دیگه قاعدتا. خب الان این خودش شما میدونی که
قابلیت استاپ و استارت داره یا نه؟ من به شما میگم نداره. این تایم دات اسلیپ بلاکه. پس مهم نیست که تو چجوری نوشته باشی، چون این سویچ کانتکست نمیتونه بکنه داخل این، بیاد داخل اون میمونه دیگه، چون از اون نمیشه، اون قابلیت بیرون و درونش رفتن رو نداره. البته اینم داخل پرانتز بگم کلی راه وجود داره که اگر یک کدی بلاکه چجوری میتونید هندلش کنید، ولی فعلا من بیخیال استفاده از تایم دات اسلیپ میشم. ایسینک هایو برای اینکه ما تو همین مثال هایی که داریم میزنیم بتونیم استفاده کنیم، برامون قابلیت ارزان به خدمتتون خودش داخل ایسینکایو برامون اسلیپ گذاشته، یعنی خود ایسینکایو هم اسلیپ داره. پس و الان میدونید پس تایم دات اسلیپ بلاکه، ولی ایسینکایو دات اسلیپ برای همون کار دقیقاً، یعنی هم اسلیپ میکنه ولی این ایسینکه. پس الان میتونم اویتش بکنم و ارزم به خدمتتون سویچ کانتکست میتونه توش رخ بده و میتونم برنامه که بهتون گفتم تست کنم. خب بیاید این برنامه رو ران کنیم. دیجیکالا استارت شد، 3 ثانیه وایساد تمام شد، استارت شد پستگرس و 5 ثانیه. خب ببینید با اینکه کد من الان عملا تمام ارزم به خدمت شما المان های جاری رو داره، یعنی من یک کد قابل اجرا رو که اسینک نبود رو تبدیلش کردم به یک کد قابل اجرا دیگه که همه جاش اسینک و اویت داره و هیچ چیز بلاک لولی الان دیگه داخلش نیست، همش چیز اون تایم هم هیچ مشکل نداره، بذارید باشه مهم نیست. پس چرا کد من بهینه نشد؟ این کل صحبت مهمی بود که دوست داشتم بهش اشاره کنم. خیلی ها این توهمو دارن که اگر شما کد ایسینک داری میزنی یعنی سریع‌تر، اصلا این خبر رو نیست. شما باید اگر بحثت آیا باوند باشه ایسینک میتونه بهینه کمکت کنه، ولی باید کدی که میزنی هم بیانگر این باشه که این چیه، این ارزم به خدمت شما داره بهینه اجرا میشه. من اویت دارم میکنم یعنی دارم چیکار میکنم؟ ببینید صحبتی که قبلا باتون کرده بودم چی بود؟ گفتم هر فانکشن کوروتین یک کوروتین میده بیرون. برای اینکه یک کوروتین اجرا شه باید اویتش کنم که اجرا بشه. خب پس منتظر مونم که کارشو بکنه. پس من اینجا مثلا وارد این فانکشن که میشه، اینجا وای میسه 3 ثانیه کارش تموم شه، دوباره این وای میسه 2 ثانیه اینجا کارش تموم شه، اینجا وای میسه که کال دیجیکالا تموم شه، بعد این یکی رو صدا بزنه. پس کل چیزایی که من اینجا داشتم همش به صورت سینک در اصل داره میخوره. این که من کیورد اسینک و اویت رو استفاده کردم کمکی به من نکرد. به هر حال من اول دارم سیکوئنشال دیجیکالا رو ران میکنم بعد اون رو ران میکنم. فقط تنها چیزی که الان من اضافه کردم چیه؟ اینکه تابه هایی که نوشتم قدرت استاپ و استارت دارن ولی من ازشون اونجوری استفاده نکردم. چجوری میتونیم اون کارو کنیم؟ شما میتونید کریت تاسک کنیم. مثلا میگم تاسک 1 میشه async io.create task و این رو بهش میدم. بعد همین کار رو برای این یکی هم میکنم، میگم آقا تاسک 2 مساوی است با async io.create task. اینو اینجوری میکنم، میرم اینجا و تمام. درسته؟ تاسک. پس الان تاسک 1 و تاسک 2 رو ساختم. خب یه سوال، async.create task چی کار میکنه؟ کوروتین شما رو تبدیل میکنه به آبجکت تاسک. بیاد من الان اینجا پرینت کنم تاسک 1 رو. ببینید چی داد؟ یه چیزی داده از جنس ارزم به خدمتتون تاسک. میبینید جفتش هم همزمان ران کرد، پس یه مقدار نزدیک شدیم به چیزی که میخواستیم ولی خب دان نزد، برنامه‌مون تموم شد. فکر کنید چرا؟ بیاد اول بهتون توضیح بدم تاسک چیه. ببینید تاسک دیگه
یه مثلا کوروتین رو موقعی که شما میگید تسکش میکنید، یعنی که این اسکجول شده که اجرا شه داخل ایونت لوپ. اینا رو، این کلمات رو به کار میبرم که فقط شنیده باشین و یعنی اینا رو بعدا ما مفصل و باز کنیم، مهم نیست. خب مثلا ایونت لوپ و اینا یکم اینا های ماژولای پایتون نیستن، اینا لو لول تر محسوب میشن بیشتر. ولی حالا بگذاریم، من کریت تسک دارم میکنم، پس یه چیزی دارم میسازم، الان این داره اسکجول میشه که اجراشه. خب الان اینجا واقعا کاریه که چون اویت میکنی یه کروتینو، یعنی وایس تموم شه. خب این که سینکه، من نمیخوام این کارو کنم دیگه، من میخوام این اسکجولش اجراشه، بعدی هم اسکجولش اجراشه، متوجهید؟ و بین اینا بتونه جابجا شه. پس اینکه منتظر اولی بمون تموم شه به درد من نمیخوره. پس اویت اینجا دیگه به درد من اونجا اوکی بود، ولی اینجا دیگه به درد من نمیخوره. من اینجا میخوام اسکجول کنم که اینا انجام شن، متوجهید؟ خب پس با این کرییت تسک من اسکجول کردم که انجام شه، ولی یه چیزی این الان اسکجول میشه که انجام شه. خب اینم اسکجول میشه که انجام شه، پس مفسر من این خط شروع میکنه، میره کارش تمام میشه، میره خط بعدی کارش تمام میکنه، میره خط بعدی کارش تمام میکنه، میره خط بعدی کارش تمام میکنه، میرسه اینجا برنامه تمام میشه. پس درسته اونا رو اسکجول کرد که اجرا شه، ولی خب برنامهش تمام شد دیگه، خط به خط اومد پایین، کارش تمام شد. درسته؟ خب برای اینکه این اتفاق نیفته چیکار میکنم؟ میگم آقا asyncio dot wait کن. برای چی وایسا؟ برای تسک 1 و تسک 2. میگم و بعد اویتش رو کنیم، ببخشید اویت هم باید بکنم. خب میگم اویت کن asyncio wait تسک 1 و 2. میگم آقا بعد این دوتا جفت ویت کن، اینا باید تموم شن. خب الان من اینو ران کنم، 3 ثانیه طول کشید، پس 2 ثانیه الان بهبود داشتیم. قبلا 5 ثانیه طول میکشید، ولی چون جفت اینا رو با هم استارت زد، یهو جفتشون رفتم به از داخل کد بگم. ببینید جفت اینا رو با هم استارت زد، جفتشون رو کریت تسک کرد دیگه، درسته؟ بعد گفت حالا منتظر اون اینا تمام شد. این اولی اومد، اول دیجیکالا رو اومد پرینت کرد، دیجیکالا رو دید اینجا بلاکه، ولی بلاکیه که میتونه به سویچ کانتکست کنه. دید اینجا داره وقتش تلف میشه، رفت رو این یکی، اینو اجرا کرد، پس استارت کالینگ پوستگرس کرد. بعد دید اینجا داره الاف میشه، بعد ولی چون الاف این کمتر از الاف اون بود، بعدی رو دان کرد و بعد در نهایت اومد اینو دان کرد. نگاه کنید دقیقا همینه، یعنی پوستگرس رو استارت زده و تمامش هم کرده، ولی دیجیکالا رو اول زد، دیجیکالا رو ته کار تمام کرد. درسته؟ خب پس اینم از این شد جوری که الان شما میبینید این اتفاق افتاده. حالا یه جالب تری هم بذارید بهتون نشون بدم. من اینجا میتونم اویت کنم time dot نه asyncio dot sleep کنم، مثلا فرض کنید چه میدونم 4 ثانیه. من الان گفتم 4 ثانیه وایسا، اگه 4 ثانیه وایسا میبینید برنامه اجرا میشه بدون اینکه ویت بزنم یا هر چیزی. چرا؟ چون اونجا گفتم 4 ثانیه وایسا، اینا هم اسکجول، گفتم تسک یعنی اسکجول میشه دیگه، اونا اسکجول شدن انجام شدن، منم کدامو 4 ثانیه اینجا گفتم باید ویت کنی 4 ثانیه. خب من میدونم کل اونا 3 ثانیه بیشتر طول نمیکشه دیگه، پس اونا اسکجول شدن انجام میشن سر وقتشون. این اتفاق برای کروتین و اینا اتفاق نمیفته، برای تسک اتفاق میفته. به هر حال پس شما همینجوری دستی هم این کارو نباید هیچ جا بکنید اصلا، ولی خب دارم میگم بدونید داره چه اتفاقی میفته. اون ویته روش بهتره گفتن اینه که آقا مثلا اینجا باید منتظر جفتشون وایسی، ولی خب من الان تخمین میتونم بزنم واسه 3 ثانیه وایسم این دو تا تمام میشن واسه 3 ثانیه اسلیپ، ولی نباید این کار رو هیچ وقت بکنید، با همون ویت میرید. ولی میدونید یه چیز بهتر از ویت چیه؟ یه چیز دیگه داریم داخل پایتون به اسم گدر. من میتونم گدر کنم و این لیست نمیخواد دیگه، این آرگومنت میخواد. میگم آقا async های داد گدر کن تسک 1 و تسک 2 و این همون کار رو میکنه، فقط اولا میبینید به عنوان آرگومنت گرفته و این یه خوبی دیگه هم داره که الان بهتون نشون میدم. دیدید این همون جوری داره این همون عمل میکنه گدر، ولی این یه خوبی دیگه که داره، این حتی لازم نیست بهش کریت تسک بدید.
یعنی لازم نیست آبجکت تسک بدید، میتونید بهش کروتین هم بدید و کارشو بکنه. یعنی چی؟ یعنی این من الان این تسک 1 رو کامنت میکنم، تسک 2 رو هم کامنت میکنم، میام اینجا می نویسم که call digicala get data from postgres. دو تا کروتین اینا برمیگرده و این همچنان کار خودش رو این روز اول میکنه. پس گدر من خیلی دوست دارم. داخل پایتون 3.11 یه تسک گروپ هم اومده که اون هم همین کارو میکنه. یعنی پایتون 3 تا روش داره برای اینکه به یه چیز مشخص بنویسه. این شاید یه مقدار پیچ کننده باشه. من به شخص گدر رو خیلی دوست دارم. یعنی ویت هیچ استفاده نمیکنم، همینجا گدر استفاده میکنم، چون گدر هم تسک میتونه بگیره هم میتونه کد کروتین بگیره و خب جذاب هم هست، کارشو داره میکنه دیگه. خب اینم شد از اینها. نمیدونم، فکر نمیکنم مطلب خاصی رو جا انداخته باشم، همیشه رو تقریبا بهش اشاره کردم. هم وارد کانکارنسی شدیم، هم یه مقدار پارالیزم بهتون گفتم. تو مرحله بعدی یک سناریو عملی، چون تایم دات اسلیپ که میگم شما شاید موقع لمسش نکنید، ولی واقعا موقعی که ریکوست میزنید با استفاده از AIOHTTP اون وقت قشنگ درک میکنید که چقدر میتونه باعث افزایش سرعت بشه اگر واقعا با تسک آیا باوندی رو برو بشید. پس مثال واقعی رو توی ویدیو AIOHTTP میبینید اینجا، ولی خود کانسپت قصد این بود که خود کانسپت ایسینک رو واسهتون بگم که ترستون از بحث ایسینک کلا بریزه. خیلی ساده است، صرفا یک فانکشنیه که میشه استاپ و استارتش کرد. همین اگر فانکشنی ایسینک داره داخلش میتونید اویت کنید، خارج از اون باید ایسینک های دات ران کنید که اجرا شه. بعد ارزم به خدمتتون برای اینکه چند تا چیز رو با هم برای اینکه چیزی اسکجول شه باید تسک بسازید، برای اینکه چند تا چیز رو با هم استارت بزنید، همون کاری که عموما میخواید بکنید که واسه افزایش پرفورمنس بشه، گدر و ویت و تسک گروپ رو دارید که گدر رو من توصیه میکنم و همین دیگه. یعنی این میشه جمعنده کل بحث ایسینک. هیچ چیز ترسناکی نداره، هیچ چیز عجیبی نداره، خیلی ساده است، خیلی مشخصه و خیلی میتونه واسه پرفورمنس بشه و واسه افزایش سرعت بشه در اوورال. هیچ اوورهد اضافی هم نداره، ریسورس اضافی هم مصرف نکردید، صرفا کدتون رو بهتر نوشتید، صرفا ماکارونی هر که گذاشتی رفته سراغ کار دیگه. یعنی کارت همیشه درگیره. این کاری که ما اینجا کردیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای بعد باشید. سعی کنید که اون سوالی که گذاشتم رو حتما حل بکنید. الان حداقل الان دوباره بشه برگردید ببینید میتونید کاری بکنید، هنوز نمیتونید، هنوز گیرید نیستید. من حتما نه الان، چون الان چند تا ویدیو دیگه باید بدم برای بهبود اون، ولی حتما چند تا ویدیوهای خیلی عمیق‌تر راجع به بحث ایسینک آیو باید بدم، چون خیلی مقدماتی گفتمش. این خیلی فیچر داره، خیلی 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 فیچر داره. کلا بحث ایسینک میتونید باهاش کار نتورکی خیلی خفنی هم بکنید. کلا مثلا میتونید TCP کانکشنی باز کنید که استریم کنه و اینجور داد. یعنی یه خیلی، یا تو بحث IPC خیلی خوب کار میکنه. یعنی بحثش خیلی عمیق و پس یعنی یه جوری بهتون حق میدم اگر سخت باشه درک کلش برای همه. برای همین من قصد داشتم که این ویدیو رو که میگیرم خیلی بیسیک بمونه و بیسیک و ساده همیشه نگه دارم، یعنی خیلی پیچیدش نکنم. ولی تو ویدیو بعد، نه ویدیو بعدی نه، ولی ویدیویی که بعدها راجع به ایسینک میدم میرم سراغ قسمت دیگهش. برای که یک مایند مپی هم داشته باشید، این چیزایی که من نشون دادم همش های لول ماژولای ایسینک بود. یه سری لو لول ماژول داره که به درد استفاده کننده مرسوم هم حتی نمیخوره، به درد کسی میخوره که میخواد لایبرری چیزی توسعه بده. دو مدل چیزایی که پایتون برای شما داخل ایسینک رو فراهم میکنه، دو مدل، یه سریش های ماژول، یه سری لو لول تره. اون لو لول تر رو عموما شما هیچ وقت باش کار ندارید. اون های لول ترها رو هم عمیق‌ترش رو بعدا راجبش ویدیو میدم که کل این بحث رو عمیق‌تر درک کنیم و با هم آشنا شیم. اگر جایش رو به نظرتون میشه بهتر توضیح داد، جایش ابهام دارید، هر چیزی حتما کامنت کنید، بنویسید. اگر راجب چیزی دوست دارید محتوا تولید کنم بگید اینا رو که من بدونم
باید چیکار کنیم. همین. با اجازه امیدوارم ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدار.